تا حالا شده از خودتون بپرسید DNA چیه و چطور تمام اطلاعات ژنتیکی ما رو در خودش حفظ میکنه؟ اصلا از چی ساخته شده و چطور عمل میکنه؟ همراه ما باشید تا به ماهیت، نقش و شیمی فوق‌العاده اون پی ببریم. DNA به عنوان نقشه و طرح کار حیات عمل میکنه و بدون اون ساخت سلول و ادامه زندگی سلول ها و سایر موجودات زنده ممکن نیست. اما در ابتدا بیایید به بررسی یک عنصر اساسی به نام آمینو اسید بپردازیم. آمینو اسیدها بلوک های سازنده هستی هستند و تعداد اونها تقریباً 20 نوع منحصر به فرده که مثل قطعات لگوهای چند کاره توی زیست شناسی عمل میکنن. این واحدهای کوچیک به هم متصل میشن و پروتئین‌های بزرگتری رو به وجود میارن. این پروتئین‌ها به مواد شیمیایی دیگه وصل میشن و بلوک‌های سازنده زندگی رو به وجود میارن. بدن ما از پروتئین‌های بیشماری تشکیل شده. این پروتئین‌ها شکل‌های فضایی متعددی دارن و برای پاسخگویی به نیازهای مختلف ما تعبیه شدن. ما برای ساخت دقیق این شکل‌های فضایی مختلف نیاز به نقشه داریم و اینجاست که DNA وارد عمل میشه و مهمترین نقش خودش رو ایفا میکنه. DNA وظایف متعددی داره. یکی از مهمترین وظایف DNA برنامه‌ریزی آمینو اسیدها در مورد چگونگی ترتیب دادن و ساخت کامل پروتئین هاست. زمانی که پروتئین ها به درستی ساخته بشن، بقیه چیزها از اجزای سلول ها گرفته تا موجودات زنده مثل یک ساعت دقیق کار خودشون رو به درستی انجام میدن. مدل ساده شده DNA ساختاری مثل پله های نردبون رو نشون میده که از 4 ترکیب شیمیایی متمایز تشکیل شده و این ترکیب ها مثل پله های اون هستن. واحدهای سازنده DNA نوکلیوتید نام دارند. هر کدوم از این نوکلیوتیدها دارای یکی از 4 باز عالی آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین هستند و پیوند بین هر جفت از بازها باعث ایجاد پل‌های بین دو رشته DNA و حالت پیچ‌خوردگی اون میشه. DNA مولکول بسیار بلندیه که در هسته سلول‌ها قرار داره و در هر رشته به بخش‌هایی تقسیم میشه که به اون ژن گفته میشه. ژن‌ها تمامی صفات سلول رو کنترل میکنن و عملکرد سلول‌ها به کمک ژن‌ها و پروتئین‌های ساخته شده از روی اونها تعیین میشه. اما آمینو اسیدها در سیتوپلاسم واقع شدن، یعنی خارج از هسته. مواد شیمیایی ویژه‌ای که به اون آنزیم رونویسی گفته میشه، در هسته کپی‌های جزئی از DNA به نام RNA ایجاد میکنه که پلیه بین دنیای نوکلیوتیدهای DNA و آمینو اسیدهای پروتئین. RNA کد ژنتیک رو مثل یک برگه فتوکپی ذخیره کرده و چون DNA توانایی خروج از هسته رو نداره، اون رو به اندامک ریبوزوم منتقل میکنه. حالا ریبوزوم چیه؟ ریبوزوم ها ماشین های ساخت پروتئین های ما هستن که کد RNA رو تفسیر میکنن و آمینو اسیدها رو به ترتیب به همدیگه متصل میکنن. با گسترش زنجیره یک پروتئین به وجود میاد که در حفظ و بقای سلول نقش داره. کدهای RNA 3 حرفی هستن و این 3 حرف هر کدوم به یک نوع خاص از آمینو اسیدها ترجمه میشن و بر اساس اینه که ریبوزوم آمینو اسید مناسب رو داخل رشته قرار میده. به طور خلاصه DNA به عنوان طرح مولکولی برای زندگی عمل میکنه. این مولکول باعث ایجاد RNA میشه که به نوبه خودش تشکیل پروتئین ها رو مدیریت میکنه. این پروتئین ها مثل معمارانی ماهر تمام زندگی ما رو شکل میدن. از شما که ما رو در این سفر به دنیای DNA همراهی کردید ممنونیم. اگه این ویدیو براتون جالب بود و دوست دارید گذر عمیق‌تری به دنیای علم و نجوم داشته باشید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و با دوستانتون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید.